یه رفیق ما داشتیم، آقای افشار بود اسمش. در عرض 25 سال این قصه رو 2 بار برای من نقل کرد. هر 2 بارش هم می‌دونی پیرمرد عجیبی بود، خیلی با صفا بود. گفت من جوان بودم، روزه خون بودم، یک زخم عجیبی عمیقی تو این زانوی من زد، همه پاره گرفت. 70 روز رو تخت بیمارستان افتاده بودم. دکترها اومدن با زبان انگلیسی یه جمله گفتن، من که نفهمیدم، هم تختی من انگلیسی بلد بود. آقای افشارینا دارن میگن یقینا پات باید قطع بشه، اگه کاری میتونی بکن. گفت هیچی نگفتم، صبر کردم. شب که شد گفتم گدایی که میره گدایی، اگه بابا چیزی بشنده اون دختر کوچولوه میگه تو به بابات سفارش من بکن. بنا کردم این شعرهای صامت رو خوندن. بود در شهر شام از حسین دختری، آسیه فطرتی، فاطمه منظری، تالی مریمی، ثانی هاجری. او 3 ساله بود و عقل 40 ساله داشت، با 40 ساله ها دم به دم ناله داشت. باباها تجربه کردن، اونا هم که بابا نشدن میفهمن من چی میگم. خودشون یه روز بچه بودن، گاهی انگشت بابا رو بچه میگیره میکشه به اون مقصدی که میخواد. میگه همینطور که میخوندم در عالم رؤیا یه وقت دیدم که آقا ابا عبدالله دارن تشریف میارن، این 3 ساله انگشت بابا رو گرفته داره میکشه به طرف تخت من. حضرت وارد اتاقم شدم، سلام کردم، فرمود افشار خوش به حال صامت. افشار من این شعرهای صامت رو خیلی دوست دارم، بخون میخوام گریه کنم. اومدم بخونم، فرمود خوابیده میخوای بخونی؟ بلند شد. گفتم آقا شما که میدونید 70 روز افتادم. بلند شدم ایستادم. خیلی داستان عجیبه. بنا کردم خوندن بلند بلند. من میخوندم، ابی عبدالله هم بلند بلند گریه میکرد. یه وقت به هوش اومدم، دیدم من بیدارم، ایستادم دارم میخونم، هیچ کس هم دورم نیست، ولی پرستارا دورم رو گرفتن دارن گریه میکنن، دکترها دارن گریه میکنن، همه مردم مریضا دارن گریه میکنن. صبح منو بردن آزمایش، عکس از پام گرفتن، گفتن آقای افشار اون پاتو بده. گفتم به خدا همین پام بوده. گفتن الله اکبر، پایی که دیشب باید قطع میشد امشب باید مرخص بشه از بیمارستان. شما مرخصی برو. تو اتاقا پیچید. وقتی من میخواستم مرخص بشم مریضا با ویلچر با عصا ریختن تو اتاقم، اینقدر گریه کردن گفتن باید این شعرها رو بخونیم و بازم گریه کنیم. خوندم. حالا میخوای رقیه رو بشناسی بشناس. هفته دیگه رفتم بیمارستان، گفتم برم اون هم تختیم رو ببینم. اومدم گفتن آقای افشار هرچی مریض بوده جدید آوردن. اون شبی که رقیه با باباش اومد اینجا همه شفا گرفته. خانم هرچی گریه کن اینجاست، باید قدمتو بذاری رو چشماشون.